خطری بزرگ در کمین تهران. تهران با 14 میلیون جمعیت جزو دومین کلان شهر خاورمیانه و خطرناکترین شهرهای دنیاست. ولی چرا؟ این شهر روی یکی از گسلای به شدت عمیق و بزرگی قرار داره. طول این گسل به 102 کیلومتر و پهنای این گسل به 62 کیلومتر میرسه که به پهنای سد بزرگه. این گسل هر لحظه ممکنه دهن باز کنه و همه چیزو بکشه تو خودش و فقط یک زلزله 4 ریشتری لازمه تا 2/3 مردم این شهر از بین برن. به گفته کارشناسان با فعال شدن این گسل شاهد پرتلفات ترین سانحه تاریخ ایران خواهیم بود و به گفته علی درویش پدر زمینشناسی ایران از آخرین زلزله بزرگ تهران بیش از 180 سال میگذره و این تأخیر چند ساله به این معنیه که زمین لرزه بعدی تهران قابلیت زلزله 8 ریشتری رو داره. دلیل این گسلای عظیم تموم شدن آبای زیرزمینی و حفر بیش از اندازه چاهای غیر مجازه.